ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درود پدران و مادران گرامی قدر، برادران و خواهران عزیز. امروز خواستم بهراتون نصیحت رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم را به دخترش فاطمه رضی الله عنها نقل کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دخترشان فاطمه رضی الله عنها را به علی رضی الله عنه داد و پند و نصیحت نیز گفت: دخترم، خودت را پاکیزه نگه دار، پروردگارت را به یاد آر و وجودت را به آب پاک کن. وقتی شوهرت به تو نگرد، دلش روشن گردد. به چشمانت سرمه مان، زیرا سرمه زینت زنان است. به سرت روغن زیتون بمال، به آن زنی که به سرش زیتون میمالد به او شیطان نزدیک نمی شود. ای فاطمه، وقتی که شوهرت به تو چشم دوزد، چشمت را نپوش تا که محبتت افزاید. شوهرت به دیگر سو نگرد، تو به رویش نگاه کن، ثواب روزه یک ماه را میگیری. ای فاطمه، وقتی که شوهرت به جایگاه دعوتت کند، رد نکن. رد کنی در لعنت الله دچار میگردی. ای فاطمه، وقتی نزدیک شوی خرم باش تا که محبت شوهرت نسبت تو زیاد گردد و به دیگران دل نبندد. ای فاطمه، کمبودی و عیب‌های شوهرت را به کسی مگوی. اگر بگویی به نفرت خدا، رسول و فرشتگان و شوهر را دچار میشوی. تو کارهای خانه را انجام ده، شوهرت به کارهای کوچه مشغول گردد. ای فاطمه، این نصیحت را به من جبرائیل گفت. ای خواهرم، آیا میخواهی که شوهرت دوستت بدارد؟ آیا میخواهی که شوهرت به دیگران ننگرد؟ پس این نصیحت رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم را اجرا کن. برادران گرامی قدر، خواهران عزیز، از شما خواهش میکنیم که به کانال ما ابونه شوید. باقی در پناه الله مهربان.